دختره از چشم آب آوردی، دردت زن ندی دلت به تاب آوردی. ای بچه ای تعریفی مرم دنومه، ای کفتر شومو شینم بروی بومت دخترا تو از کجا می آیی؟ با قدر حساب پیش ما می آیی. در سایه بیت جونی من می لرزد یاره، هرگاه که بر کوچه ما می آیی. در سایه بیت جونی من می لرزد یاره، هرگاه که بر کوچه ما می آیی. در سایه بیت می نشینی تنها، ای بچه خوش صدای ملکی مسجد، یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره، شیدا شمدا دلم مثالی لیلا. یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره، شیدا شمدا دلم مثالی لیلا. آب و عدایت میشم، من خاکی پایت میشم، هرگه که بر افساری من مبتلایت میشم، هرگه که بر افساری من مبتلایت میشم. مسجدوریا رحکم مسجدورای در خدمات عمرم اومدگیاتون نور دیده تاج سر. 100 سال گذرد دلم کشونی مسجدادم. گل خنده یاری نازنینم باد، خد خدی افشان لوبیای عاشق، بوی خوش زلف عنبرینم باد. کرته هایی که از قدیم به ما میراث مانده بودن و هرگه که بناز و غم ز ارغش میری، ارغشتی بنازی آستینم میباد. این مچه ها هیچ ندارد و زبون شعری داره. پیش پات عمرم در خدمات عمرم. شاه باشد آقای در گردی سرد دور. این بسیار مردمی بدخشان، مسجد، کولا، پامیر ببر میکردن که وقتی که تلاواری برومد اینا بین رفتن. مچو بمبرم مچو شمالا دارد، آبی خنک و کاکل درازها دارد. و بسیاری ها عجیب است که پیدایش قراتاب از کجا؟
بعد پرکه سالی میبرد که 37 سال که نیست نابود کنه و این آدم مجبور شدن که بعد همه دیندارا خستند از اونجا مسحت کردن در شب روش شد خستند و یک تیمتیم موندیم در همین قزاقستان جاگیر شدیم 5 خوجی 6 خوجی بدیم حاضر 300 خوجی شده تقسیم نمیدونم بچه کیه تو کیه نمیدونم هیچ نمیشناسم شما 82 سال تقصیر ما در همین وطن قزاق زندگانی کردیم بیچاره قزاق‌ها سخت ما نگفتیان انا که داده در خصوصی همون اومدم من بچه 10 ساله از خود همون بچه‌ام هر ماشین در کجا پیاده پاها ورم کردن دغمی آوردن پای دوش گذاشتم من در شب که پدرم داده مراسم قبل نکنه از بچه‌ام چطور کنه که دمگیرون چند روز آمدم رسیدم دیدم اینجا پیاده آمدیدن پیاده ما رو خیز گفتی نیستن بیچاره این قشلاق بتون مچایا بتون ملاها در همین جایی همش میباد از خود دکم اختاب گفتی 3000 کیلومتر از گجا به گجا میبرم پیش ملاهای ما و حرمت میکنم تقسیم در گجا که باشد نوم فردوسی بروم دیگه که بلندی خطا ما گم میدم قزاقا بیام بزنم قزاق قد گم میدونید قزاق میدونید من قزاق من از قزاق نقد میدونم این 82 سال انده شطوراشون پایدم چوپونی هم کردیم در قزاق در خوک پای هماتون برم که برایت خونم مثال من چند که رفتم با فهمیدم که وای پاستقی بوده است وای گوزنی بوده است وای ویتکونه بوده است وای بوده در ما همه یک خیلی هم تاجیک میگوید تمام دیگه هیچ خیلی جدا کنه خیلی نیست اکلو کشلوق میجد گرفتم من حیران شدم که ببینم تو چی گوشت چی سبوده شده ازبکستان اومدم تاجیکی هم تمام ما از تاجیکستان 1937 کوشیده اونجا بودیم اومدن 3 خوزگی بوده از 3 خوزگی حاضر 300 خوزگیش و اینجا ما کجا نشستیم همه ما تاجیکا شدیم اما عرف عادت خدا ما قطع کار کردیم تا حال دارم عرف عادت خدا ما قطع کار کرد شده این ازبکستانه یا که این دیگه ملت نه اینجا مکتب ازبکی قزاقی بود لیکن تاجیکا بسیار شدن بعد یک صنف جمع شدن بعد یک خونی سرای راست کرده مکتب تاجیک کردم تاجیکستان هم امام رحمان رو خدا عمر جونش برکت کاراش بکشایش شما هم کاراتون بکشایش عمر جوناتون الله برکت قایل کردیم مرا به شعری عالیه غمهای فراق از دلم شد خالیه دستم بگیر و به سوی مسجاهم بر یاره ای یاری عزیز تا به کی منالیه از سال 1962 63 سر کرده از دشت دلوردین از مسجای ناحیه مسجای حاضره مردم ما کوچیده به همین ناحیه بوکی کوچیده آمدن و تا حالا در همینجا زندگی کرده مسجا میریا من با تو مسجا میرم تو گلچین را من پیشی ملا میرم هجانا مسجا میریا چی می بیاری بری منو درمونی نکن طاقت نداره دلی منو دل ورزی فرام تاشکن نزیک میموند و کوچیده برام مچا سبیل میموند دستم بگیر و به سوی مسجاهم بر یاره ای یاری عزیز تا به کی منالیه جدا این کدوم سال اولین مچهای اولین تاجیک تاشکن اومدنش گفتن جدا مشکل لیکن جدا در دوره قدیمه در دوره قدیمه حتی که پیش اومدن
روس میدونیم که اونا سال 1864 تاشکند ضبط کرده گرفته بودن. پیش از این مچای ها در اینجا بودگی، در اینجا یک زاوتی پخته بود، در این زاوتی پخته اساساً مچای و خراتوینی کار میکرد. مچای ها جدا بسیارند، در سمرقند و در بخارا و در قوقن و فرغانه و تقدیر بینید که یک مچای اقشلاق دوردستی کوهستان اومدگی یک آدم ازبکار زبون ازبکی یاد داستاده. من هزاران فرزندای ازبکار زبوناشون برا وردم زبون ازبکیشو یاد دادم. اگه هر روز گویم مبالغه شده نش ممکنه نه که در هر هفته آب دیده خطی مچار یاد میکنه.